بیاین در مورد F-35 صحبت کنیم. پیچیده ترین و گرونترین پروژه نظامی تاریخ. F-35 یک نماد بود، نماد برتری مطلق غرب، مثل تایتانیک، کشتی که ادعا می‌کردن حتی خدا هم نمیتونه اون غرق کنه، اما در اوج غرور سازنده‌ها و دارنده‌هاش سقوط. سازنده‌هاش بهش میگفتن چشم خدا، چون اون میتونست همه چی رو ببینه ولی کسی نمیتونست اون ببینه. حالا ببینیم آمریکا چقدر پایین جنگنده خرج کرده و چطور امنیت خودش و کشورهای همپیمانش رو روی این افسانه نامرئی بودن قمار کرده. 100 میلیون دلار برای خرید هر فروند. عددی که پشتش 100 میلیارد دلار هزینه فناوری و سرمایه‌گذاری خوابیده تا این پرنده رو از چشم بقیه مخفی نگه داره. پنتاگون به این جنگنده میگه آیفون آسمان ها. اونا میگن ارزش اصلی این پرنده تو قطعات مکانیکیش نیست، بلکه در نرم افزارها و برنامه‌های کاربردیشه. مثل گوشی آیفون. البته مثل یه گوشی هوشمند مدام نیازمند بروزرسانیه تا هیچ وقت قدیمی نشه و خریداران محترم همیشه به سازنده اون وابسته باشن. اما یه شباهت بزرگ دیگه هم با آیفون داره. این جنگنده پیشرفته رمز عبور داره، ولی رمز عبورش فقط و فقط دست آمریکاست. هیچ کشوری، حتی نزدیکترین متحدان آمریکا، حق دسترسی به کدهای منبع رو ندارن. این یعنی اگه روزی با سیاست‌های واشنگتن مخالفت کنید، اونا با همون کد منبع که پیش خودشونه، پرنده 100 میلیون دلاری شما رو از راه دور تبدیل به یه تیکه آهن پاره بی‌مصرف میکنن. F-35 ابزار باجگیریه. کشورهای مثل یونان و ژاپن برای داشتن این پرنده حاکمیت خودشون رو با دادن پایگاه‌های حیاتی معامله کردن. بیش از 20 کشور وارد این کلوب شدن، از ژاپن تا لهستان. همگی امنیت خودشون رو به زنجیره تأمین آمریکا گره زدن. پادشاهی سعودی حاضر شد 1 تریلیون دلار در آمریکا سرمایه گذاری کنه تا فقط مجوز خرید رو بگیره، اما اسرائیل جلوی این معامله ایستاد تا برتری خودش حفظ بشه. سوال اصلی اینجاست: چطور ایران تونست با یک موشک 20,000 دلاری تمام این ارزش نجومی و هیمنه 1.7 تریلیون دلاری رو به یک باره فرو بریزه؟ برای درک دقیق این شاهکار مهندسی و ایمان، دکتر آقایان به سراغ یکی از رزمندگان سرافراز پدافندی ایران رفته تا ببینه چطور دانش بومی معادلات پیچیده ترین جنگنده تاریخ رو به هم ریخت. F-35 چجوری خورد؟ اصلا چه اتفاقی افتاد؟ از کجا شروع شد؟ آیا در ایران به این قابلیت رسید؟ اصلا چرا این پدافند تو جنگ 12 روزه فعال نبود؟ چرا اون زمان ما نتونستیم خیلی از کارها رو انجام بدیم؟ ببینید، پدافند اگر بخواد یک هدفی رو در آسمان بزنه، اولین مأموریت پدافند کشف اون هدفه. باید اون هدف رو در آسمان بتونیم ببینیم، یعنی سیستم های راداری ما، سیستم های پدافندی ما باید بتونن هدف رو ببینن. بله. مطلب دوم، بعد از اینکه اون هدف رو دیدیم، هدف رو واگذار میکنیم به سیستم های پدافندی که بتونن با اون هدف درگیر بشن. خب حالا یه چالش بعدی هم داریم. سیستم پدافندی هم باید اون هدف رو ببینه و بتونه روی اون هدف قفل بکنه. حالا F-35 کجای این معادله است؟ F-35 توانمندی‌های ذاتی، مکانیکی و نرم افزاری زیادی داره، اما اون چیزی که F-35 رو خیلی غول جلوه داده و خیلی دارن روش مانور میدن، دقیقاً رو اولین مأموریت پدافند داره تأثیر میذاره، یعنی پنهانکاری. یکی از مهمترین ویژگی‌های F-35 که تا قبل از این سایر هواپیماها در حد F-35 نبودن، بحث پنهانکاری F-35 علاوه بر سایر توانمندی‌های نرم افزاری که داره، اما اون چیزی که از دید پدافند خیلی مهمه یعنی پنهانکاری. انقدر F-35 هواپیمای پنهانکاری هست که خود سازنده، خود آمریکایی‌ها روی F-35 یک رفلکتور گذاشتن که حتی اگر F-35 در حال کار عملیاتی هست شاید رادارهای خودشون هم نبینن. عجب. رفلکتور گذاشتن در زمانی که در حالت عملیاتی نیست، رفلکتور داره کار میکنه، سیگنال های رادار رو برمیگردونه و موقعیت F-35 به رادار خودشون میده.
تا این حد F-35 پنهانکاره، دیده نمیشه. آیا این توانایی واقعا وجود داشت یا نه توی این جنگ ما بهش رسیدیم؟ اگر وجود داشت خب تو جنگ قبلی هم خیلی سوال بود برای مردم دیگه. آقا آسمون تهران، آسمون ایران اتوبان شده، اینا میان میرن میزنن، شما که این همه سال ادعا میکردید آسمان ما امنه. خب اگر چقدر فاصله زمانی بود بین جنگ 12 روزه تا این جنگ تحمیلی جدید؟ توی این زمان شما تونستید به این قابلیت برسید یا نه بود نشد؟ این رو بر مردم خیلی سواله. ببینید با سیستم های اکتیو نمی شود این سطح از اکتیو چیه؟ اکتیو یعنی اینکه ببینید شما سیگنال ارسال بکنید از طریق یک رادار، این سیگنال به اون هواپیما توی آسمون برخورد میکنه، بله. برمیگرده به رادار شما و شما توی صفحه میبینید اون هواپیما رو میدید. به این میگن اکتیو. یکی از قابلیت های F-35 که خدمت شما عرض کردم اینه توانمندی پنهانکاری. هیچ سیگنال رو بر نمیگردونه. یعنی سیگنال ارسال میشه ولی بر نمیگرده. خب شما اگر سیستم اکتیو هم داشته باشین دیگه به دردت نمیخوره. عجب. خب اینجا خلاقیت جوانان ما به کار اومد یک بار دیگه و سیستم هایی رو از فاصله جنگ 12 روزه تا الان گسترش دادن. یعنی چی؟ یعنی ما تو جنگ 12 روزه به تعداد این سیستم ها رو داشتیم. خب این سیستم ها تونستن تعداد زیادی پهپاد بزنن، ولی نوع موشک های مورد استفاده به صورتی نبود که قابلیت درگیری با هواپیما رو هم داشته باشن. این تغییری که در جنگ 12 روزه تا جنگ رمضان انجام شد در این بود: ما رسیدیم به توانمندی دیدن اهداف پنهانکار. ببینید ما دیگه اینجا از رادار استفاده نمی کنیم. ما رادار اکتیو در زدن هواپیمای پنهانکاری که هیچ سیگنال رو بر نمیگردونه دیگه به درد ما نمیخوره. ما نیاز داریم به تجهیزات دیدن هدف بدون ارسال سیگنال. روش‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد که من متاسفانه نمیتونم این روش‌ها رو جزئیات رو بگم، ولی بگویم که روش‌های مختلفی وجود دارد برای اینکه شما یک هدفی رو در آسمان ببینید اما هیچ سیگنالی هم به سمتش ارسال نکنید. جالب شد. بله این روش‌ها وجود دارن. بعد از جنگ 12 روزه طرح‌هایی بالاخره بیان شدن مبنی بر اینکه ما از این روش‌ها استفاده بکنیم. خب مهمترین هدف ما چی بود؟ F-35. هدفی که در ابتدا می اومد چی بود؟ F-35. هدفی که رادارها رو میزد چی بود؟ F-35. اون F-35 مشخص است چی بود؟ رادار گریزی. پس ما رفتیم به سمت طراحی. البته طرح‌هاش از قبل وجود داشت ولی به سرعت گسترش پیدا کرد. در جنگ 12 روزه این به سرعت گسترش پیدا کرد. حالا بیایید یک قدم به عقب بریم. این علم فیزیک، اپتیک، مکانیک که غربی‌ها باهاش F-35 می‌سازن از کجا اومده؟ ریشه این دانش از ایران و از تمدن اسلامی بوده. غربی‌ها این علوم رو از خوارزمی و ابن هیثم و خواجه نصیرالدین طوسی و سایر دانشمندان ما یاد گرفتن. جورج سارتون که به پدر تاریخ علم مشهوره میگه رنسانس علمی اروپا بدون دانشمندان ایرانی ممکن نبود. اگر سهم حیاتی دانشمندان ایرانی چون ابن سینا، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، خیام، زکریای رازی و بقیه دانشمندان رو از دانش بشری حذف کنیم، علم امروز جهان قرنها به عقب برمیگرده. درسته که یک دوره 200-300 ساله در زمان قاجار و پهلوی از دنیا عقب افتادیم، اما جوانای ما با توکل و ایمان نشون دادن که ایران همیشه مهد علم خواهد ماند. ما فقط میراث خودمون رو پس گرفتیم. یادتونه یه زمانی غربگراهای داخلی میگفتن آمریکا اگه اراده کنه با یک دکمه کل سیستم دفاعی ایران رو از کار میندازه. حالا دنیا داره میبینه که کی در برابر کی زانو زده و سر خم کرده. بله با یک دکمه کل سیستم دفاعی از کار میفته، اما اون دکمه الان دست بچهای ماست. ما در مقابل فشارها قد خم نکردیم و تسلیم نشدیم، اما بعضی کشورها فریب خوردن. اونا صنایع نظامی خودشون رو با دست خودشون و به امید رفع تحریم و دوستی با آمریکا نابود کردن. فکر می‌کردن آمریکا براشون آزادی و رفاه میاره، اما به محض اینکه توان دفاعیشون رو از دست دادن چیزی جز سقوط و ویرانی و جنگ نصیبشون نشد.
کشورهای مثل عراق و لیبی نمونه‌های واضح این قضیه هستند. اونا منتظر بودن آمریکا نجاتشون بده، اما آمریکا فقط وقتی میاد که مطمئن باشه شما دیگه نمیتونی از خودت دفاع کنی. اما ایران راه دیگه ای رو رفت، راهی که هزینه تجاوز رو برای هر قدرتی غیر قابل تحمل کرده. ما و دنیا داریم وارد مرحله جدیدی میشیم، نظم نوین، جایی که معادلات قدرت در حال تغییره و افسانه‌های قدیمی دیگه خریداری ندارن. وقتی F-35 در آسمان ایران شکار شد، فقط یک هواپیما سقوط نکرد، ارزش سهام غول‌های دفاعی آمریکا هم سقوط آزاد کرد. اعتماد بازار به تکنولوژی که قرار بود شکست ناپذیر باشه، یک شبه فرو ریخت. اما بازتاب این شوک جهانی در رسانه‌ها و میان تحلیلگران نظامی چطور بود؟ راستی برای اینکه قضیه جنگ مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رو از ریشه کالبد شکافی کنیم و بفهمیم واقعاً تو این لایه‌های پنهان چی میگذره، نشستیم پای حرفای دو نفر که توی دنیا به تحلیل‌های استراتژیکیشون معروفن. دکتر محمد مرندی، تحلیلگر برجسته منطقه، و آلستر کروک، دیپلمات سابق بریتانیا که توی MI6 هم کار می‌کرده. خب بریم نظر آلستر کروک درباره شکار F-35 توسط پدافند ایران رو ببینیم. اونها از این موضوع بسیار متحیر شدن که ایران در واقع از مادون قرمز به جای انواع سنتی رادارهای پدافند هوایی استفاده میکنه. این سامانه های مادون قرمز باعث میشن که هواپیماهای رادارگریز مثل F-35 و F-15 دیگه مصون نباشن. در واقع اگه برخلاف سامانه های راداری مبتنی بر امواج مایکروویو از مادون قرمز استفاده شه، این هواپیماها کاملا قابل مشاهده میشن. بنابراین اونها از اینکه متوجه شدن که چنین ظرفیتی در ایران وجود داره بسیار شگفت زده و گیج شدن. همچنین کم کم دارن نگران میشن از اینکه از میزان واقعی توانمندی‌های ایران اطلاع کاملی ندارن، چون این یک روند عمدی در ایران بوده، یعنی نگهداری و مدیریت حساب شده تسلیحات جدید و توانایی‌های فنی خودشون و نشان ندادن همه برگ‌ها در همون ابتدای بازی، بلکه حفظ برخی از این برگ‌ها برای ارائه در مراحل بعدی هر زمان که در جریان مذاکرات لازم باشه. به همین دلیل این وضعیت باعث نگرانی و سردرگمی اونها شده. فکر میکنم بزرگترین ترس اونها در حال حاضر باید این باشه که توانایی‌های دفاع زمینی و تهاجم زمینی ایران براشون کاملا ناشناخته است و ایران همونطور که دهه‌ها برنامه‌های موشکی و پهپادی خودش رو برای اونچه که تصور می‌کرد حمله احتمالی آمریکا باشه آماده کرده، همین کار رو هم در مورد نیروهای زمینی و توانایی‌های زمینیش انجام داده. یه ضرب‌المثل قدیمی هست که میگه هر چیزی که انسان بسازه بالاخره یه سوراخ و نقطه کور داره که همون باعث نابودیش بشه. سالهاست که آمریکا این ایده رو توی دنیا فروخته که جنگنده F-35 کاملا نامرئی و توی هر راداری این پرنده غول‌پیکر به اندازه یه توپ گلف دیده میشه. اما در مارس 2026 یعنی همین اسفند 1404 وقتی این پرنده وارد حریم هوایی ایران شد، اتفاقی افتاد که تاریخ جنگ‌های مدرن رو برای همیشه عوض کرد. اینجا علم فیزیک و قوانین ترمودینامیک به کل دنیا ثابت کرد که شما هر چقدر هم بتونی بدنه و رادارگریزی اسلحه‌ت رو مخفی بکنی، میتونی حرارت و گرمای اونو پنهان کنی. به سامانه‌های پدافندی و بومی ما این پرنده مغرور آمریکایی شبیه توپ گلف نبود، بلکه دقیقاً مثل یک دیگ جوشان وسط تاریکی شب می‌درخشید. فیزیک دروغ نمیگه. هر چیز داغی از خودش نور مادون قرمز ساطع میکنه. مهندسان جوان ما از همین نقطه کور فیزیکی استفاده کردن و با حسگرای حرارتی فوق‌العاده ارزون گرونترین جنگنده تاریخ جهان رو در آسمان شکار کردن. اما بزرگترین ضربه‌ای که آمریکا خورد سقوط این آهنپاره نبود.
ضربه اصلی اون شوک روانی شدیدی بود که به خلبان‌ها وارد شد. نرم افزار رو میشه آپدیت کرد، رنگ بدنه رو میشه عوض کرد، اما ترس رو هیچ وقت نمیشه از دل خلبان پاک کرد. حالا تک تک خلبان‌های F-35 در سراسر دنیا وقتی میخوان بپرن یه چیز رو خوب میدونن، اینکه یه چشم بومی و تیزبین داره نگاهشون میکنه. اونا قبلا به نامرئی بودن خودشون تکیه میکردن و دلگرم بودن، اما حالا با هر پرواز دچار تردید میشن و همون تردید شجاعت و مهارت خلبان رو نابود میکنه و جاش رو به ترس میده. افسانه رادارگریزی مرد و دنیای نظامی وارد فصل جدیدی شد که در اون حرارت و گرما مایه سقوط ارتش‌های بزرگ میشه. درس بزرگ تاریخ اینه: هیچ وقت 100% به ساخته‌های دست بشر تکیه نکن، چون فیزیک دروغ نمیگه. حتی اگه چشم دنیا هم ببندی نمیتونی رد پای حرارتی که از خودت به جا میذاری رو پاک کنی. هیچ چیز تا ابد دوام نمیاره.